دوستان سلام به چنل یوتیوب ما، خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. آقا ببین امروز تولد کیه؟ منه کله گنده. تولدت مبارک عزیزم. امروز به مناسبت تولد مهران تصمیم گرفتیم که بیایم یکم بیرون بچرخیم، بگردیم، با هم وقت بگذرونیم. تولد بیبه. تولد بیبه. جاتون خالی. جاتون خالی. آقا مهران چند سالت میشه؟ 34 سال. 34 سال؟ 34 ساله از جزیره کیش. عزیز دلم. چه حسی داری؟ احساس خاصی ندارم خالی. من همون بچه 18 ساله هم، هیچ حسی ندارم. همون بچه 18 ساله ای؟ دقیقا. البته خدایی هم که هستی. همونجور شیطون بلا. من دیگه جوونه. من یه 34 ساله 18 ساله هم. 34 ساله 18 ساله. خوب. من تازه به دنیا اومده، میخوایم ببریمش توی توی براش اسباب بازی بخریم. از این اینه که فرمایشی میکنی خودش میره. من الان به دنیا اومدم با شیشه چی؟ من این شکلی هم الان. دیوونه. اینجا رو ببین. واو. من عاشق اینجا شدم. خیلی خوشگله. من عاشق شما. کجای کاری؟ منم عاشقتم. نگاش کن آخه، بذاریم بهتون نشون. بله. ولی برای کسی که تازه به دنیا اومده خیلی سنگینه. من انتظار داشتم توی اتاق صورتی باشم، عروسک و خرس و از ماشین کنترلی و گفتم ببرمت انیمیشن استودیو، خودت گفتی نه. چه وجناتی داره. به خیلی خوشگله. دور ماسه دوشا خدا بیامرز تاسیس کردیم. نقاشی ها رو ببین، عاشقش میشی. بریم خرید؟ برند هرا؟ بریم خرید کنیم؟ نه؟ بریم خرید کنیم. بریم ساک چمدون بگیم. ارمنستان کلیس. خیلی خوشگل بود. خیلی حاله. خیلی نمی‌کنم. چقدر ولی ویترینش خوشگله. مغازه یعنی این لوکس شیک ترتمیز. ببینی خدا. همه چه قدیمی. میز کانتر کار می‌کنه. خیلی خوشگله. اینم از فضای جزیره. یه جای دیگر رو بهتون نشون بدم. این هم سازمان منطقه آزاد کیش، به روایتی کاخ سفید. کاخ سفید ایران. این خیابونم که یکی دیگه از خیابونای مورد علاقه ما. آقا مهران تولدتون مبارک. قربون شما برم من. خیلی دوستت دارم. قربون شما برم من. عاشق شما هم من. اینجا خیابون شاندالیزه چیه؟ خیابون داره. آره شاندالیزه. شانزلیزه. این سبکیه. یه خیابون دیگه حالا هست، اونم بهتون نشون میدم. اونجا مورد علاقه منه، یعنی شیک‌ترین و حس خوددارترین خیابونه به نظر من. حالا اونم میریم بهتون نشون میدیم. این همون خیابونی که مهران. آره این خیابون لس آنجلسه. واقعا اینجا خیابوناش این دقیقا این خیابونا لس آنجلسه واقعا. وای این خیابون وای اصلا تنفس میکنی، همش نگاه اکسیژنه. چقدر هوا خوبه. به خاطر همین طبیعتشه دیگه، شمشادایی که کاشتن. اینجا نزدیک خونه ماست. خب
آقا مهران، تولدتون مبارک. فدات بشم من. بفرمایین، اینم کیکتون. بگو ببینم که چه آرزویی داری واسه امسالت؟ آرزو میکنم که همه مردم حالشون خوب باشه، ما هم کنار اونا حالمون خوب باشه، هر کی به هر چیزی که دوست داره برسه با آرزوی بهترین. عزیز دل من، فوت کنم؟ شمعتو فوت کن. تولدت مبارک عزیز دلم. خب نوبتی هم باشه، نوبت کادوه. خب کمکم کن من اینو بازش کنم عزیزم. اینم از کادوی آقا مهران. قربونت برم من، مبارکت باشه. بذار خودم دستت کنم. مرسی. اندازته؟ بله. مبارکت باشه. مرسی عزیز دلم. تولدت مبارک. خیلی دوستت دارم.